احساس کردی چی؟ چی؟ احساس کرده چی؟ احساس کردم که این یه ذره کثیف شده. گفتم یه وقت کثیف نباشه تو. اینو نخور یا این خیلی ترشه ها. میخوام نه میخوام نه یه ذره ها. باشه. خوب بود؟ آره بخور. دهنم سوخته. سوست؟ سوخت گفتی سوست. سوخت بگو کا کجا؟ در باید بزنی بابا، یه اجازه نمید بری تو. در بزن بگو میتونم بریم داخل. تق تق بگو میتونم بیام داخل. میتونم بیام داخل؟ بلند میتونم بیام داخل؟ و خرماییات خیلی خوشمزه بود. تمومشون کردم. بازم برام درست میکنی؟ آره چیو گفتی مگه نگفتم بهت؟ چیو به من گفتی؟ مگه نگفتم از این به بعدت باشه زن خونه ما جیش نکن دیگه درست نمیکنم برات. چرا دیگه من درست نمیکنی جیش نکنم؟ اینا چی بود؟ ماما چه ربطی داشت؟